سلام به نیترو گیم، خوش اومدید. من پارسا هستم. قرار بهتون آموزش بدم که چگونه اکانت سوشال کلاب بسازید و بتونید با دوستان خود رد دد آنلاین، جی تی آنلاین بازی کنید و لذت ببرید. و از مزایای سوشال کلاب میشه به این اشاره کرد که شما میتونید توی جی تی آنلاین کرو بسازید و با دوستانتون هم کرویی باشین و از مزایای کرو داشتن استفاده کنید که بسیار سوشال کلاب لازمه برای بازی‌های آنلاین راکستار گیم. ممنون میشم اگه دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، نظراتتون رو بنویسین و چنل منو سابسکرایب کنید. دمتون گرم. بریم سراغ ویدیو. وقتی که میخواید اکانت سوشال کلاب خودتون رو بسازید و وی پی ان خودتون رو فعال کنید و هیچ فرقی نمیکنه که روی موبایل یا روی کامپیوتر این اکانتتون رو بسازید. خب بعد که وی پی انتون رو روشن کردین میایم وارد سوشال کلاب میشین. وقتی وارد سوشال کلاب شدین باید یه همچین صفحه رو به شما نمایش بدن. بچه‌ها چندین گزینه براتون میاره که گزینه بالا ساینگین برای کسایی که اکانت دارن و میخوان ساینگینش کنن و بهش دسترسی پیدا کنن و فعالش کنن که هیچی. ما با ساینگ اپ کار داریم که پایینیشه و میخوایم اکانت بسازیم که روی ساینگ اپ کلیک میکنیم. ساینگ اپ. خب بعد اینکه کلیک کردیم اینجا شما تاریخ تولدتون رو میخواد که اینجا یه تاریخ تولد ما وارد میکنیم. بعد اینکه تاریخ تولدتون وارد کردین اینجا یه سری قوانین راکستار رو بهتون میگه که اینجا باید این تیک رو فعال کنین و اکسپت کنین و نکست رو کلیک کنید. اینجا شما ایمیل میخواد. اینجا ایمیلی که باهاش میخواین اکانتتون رو بسازید و واردش میکنید. مثلا من ایمیل خودم رو وارد میکنم. اینجا ایمیلتون رو وارد باید کنید. بعد اینکه ایمیل رو وارد کنید اینجا یه پسورد قوی از شما میخواد که اینجا پسوردتون رو باید بنویسید. پسوردمون رو اینجا مینویسیم، آقای سوشال کلاب تحویل بدیم. بعد اینکه پسوردمون اینجا یه نیک نیم از شما میخواد. یه نیک نیم رو برای خودتون میسازید که فرقی هم نمیکنه چی باشه. یه نیک نیم اینجا وارد میکنید. بعد اینجا شما کشورتون رو بخواد انتخاب کنید. حالا یه دونه اصلا اینا رو انتخاب کنید. ایران هم فکر نکنم داشته باشه. بذار نگاش کنم که بعید میدونم ایران رو داشته باشه و بله ایران هم نداره. مثلا هندو میزنید. این هم باید اکسپتش رو بزنید. نکست رو فعال میکنید. بعضی که روی نکست زدید اینجا از شما تست میگه که بفهم آیا شما ربات هستید یا نه، که این تست شما رو انجام میدیم. یه دونه تست بود که الان با موفقیت انجام شد. اینجا ثبت میکنیم که اکانت ساخته بشه. خب بعد اینجا یک کد وریفای رو میگه برای شما که اینجا باید کد وریفایتون رو فعال کنید، که اینجا کد وریفای رو تو ایمیلاتون پیدا میکنید و فعال میکنید و بعدش اکانت براتون ساخته میشه. ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. ممنون میشم که چنل ما رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید اگه خوشتون اومد و زنگولش هم فعال کنید که از اخبار کانال ما با خبر شوید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.